سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب چقدر که از نام ویدیو با شما معلوم است، ما فونکسیا را در برنامه نویسی و در زبان PHP با شما می‌آموزانیم و امیدوارم که این درس برای شما لازمی و یگام چیز درباره فونکسیا خوبتر حاصل کنید. و در اینجا من یک چند مثال برای شما میارم و میفهمم که فونکسیا را چقدر استفاده میکنن، برای چی استفاده میکنن و اساس باید ما از فونکسیا همیشه استفاده کنیم و خود را با فونکسیا یعنی آموخته کنیم که کد نویسی درست میشود و کدها کم نویسته میشود، پفتار نمیشود و غیره. اوکی، فونکسیا چقدر نویسته میشود؟ مثلا فونکشن می نویسه مثلا یکم نام حضور میپرسم، من باید تگی PHP شویم اولا بعد می‌نویسیم فونکشن. خب نام فونکسیا رو ما میگیریم، همین خیلی فونکسیا رو می‌نویسیم. وقتی اساس بیاید یک دو مثال میگم که فونکسیا برای چی. وقتی که شما یگان تلفن رو مثلا میبینید، میگین که تلفنی که با شما معقول است، میگین که فونکسیاش زیاد است، یعنی فونکسیاهای زیاد دارد. خب چی یعنی فونکسیاهای زیاد داره؟ یعنی یک چند کارهای خوب رو زیاد میکنند، یگان کار برای شما میکنند خودش تلفن. و فونکسیا رو برای چی میسازن در برنامه نویسی؟ برای چی؟ خب اساسی که من فکر میکنم فونکسیا رو برای اون است که کد شما زیاد نشود نوشته، در چند جا پفتار نشود. وقتی که شما در یک برنامه نویسیتون مثال یک کار رو 5-6 بار میکنید، شما چی میگن شما مثلا دیگر پفتار نشه یک فونکسیا میسازید دیگه، در هر جایی که خواستید از آن استفاده میکنید، همون چیز شما رو چی وای انجام میده که در پرکتیکا بهتر میبینید. خب فونکسیا اساس بگیم به مانند یک زوادی است که شما مثلا وقتی فیروج میکنید یک کار رو برای شما یک چیز رو برای شما میسازد. خب و غیره. بیایید اکنون در پرکتیکا به شما نشون میدیم. و در فونکسیا مثلا دوستان چی است؟ مثلا فونکسیاهایی هست که ما خودمون میسازیم و فونکسیاهایی است که زبانها یعنی زبانهای برنامه‌نویسی آنها از قبل ساخته است برای استفاده برندگان. برای چی؟ و یا از قبل ساختن و برای مثلا و یا مثلا میدونن که همین فونکسیاها را ما در برنامه‌نویسی همون زیاد استفاده میکنیم، همیشه یعنی استفاده میکنیم همون فونکسیاهایی که لازمه ترین همه برنامه‌ها نه زبان‌ها ساختگی هستند که مثلا برای استفاده بری آسان باشند. خب پس بیاید پرکتیکا میکنیم کمتر درباره فونکسیا. خب ما چقدر گفتیم فونکشن وقتی گفتیم یعنی برنامه را، یعنی زبان را، یعنی زبان PHP را، یعنی که مثال زبان من میسازم یک تا چیز فونکسیا. وقتی فونکشن گفتیم دیگر برنامه شما میشناسد که مثلا این فونکسیا است. خب برای مثال سلام بگم، مثلا یک فونکسیا که همیشه سلام بگم، say hello معنیش به انگلیسی یعنی که سلام گفتن، یا که بیا سلامش بنویسم سلام. یک فونکسیای سلام ما داریم. فونکسیای سلام وقتی که ما فونکسیا را بیاید الان بنویسیم که سلام علیکم، سلام علیکم است برای مثال من گفتم. خب فونکسیا را وقتی که ما ساختیم، خب فونکسیا دوستان با قوسی یعنی کشوده و بسته استفاده کنیم و از این و وقتی که ما خواستیم صداش کنیم یعنی فونکسیا رو فریاد کنیم که کاری که در درونش هست برای ما اجرا کند. خب قوسی نخیه دوستان برای چی است که یعنی که از اینجا میگه سر میشه کد همین فونکسیا تا همین آخری که بسته شد قوسی ما و دیگه کداش میگه که کد ما تا انجا، یعنی وای میشناسه که کد ما تا هم دیگه شما هر جایی که این رو صدا کرده همان کد رو چی برای شما یعنی بیرون نکنه. خب وقتی که ما سلام رو صدا کردیم یعنی که ویزیفش دادیم در برنامه. خب من این رو دوستان از قبل شدگی هم در براوزر خود من از زامپ استفاده میکنم و چگونه نصب کردن زامپ در کانال هستم، میتونید تماشا کنید. خب ابنایی نکنم صفحه رو. خب سلام علیکم میگه. خب وقتی که سلام علیکم گفت بیاید من این را ایخه کنم.
خب سلام علیکم. با مثلا یه جای دیگه من کد ننوشتم که مثال یک حالا کد نوشتم با اومدم که با یک کسی دیگه یک چیز دیگه به من سلام علیکم. با دیگه مثلا چی میکنم فونکسیون فریاد میکنم سلام میگم. اوکی سلام میگم چی به من یه بر گذارم برای یک خط نو کردن. خب یه بار دیگه میگم با بار سلام علیکم میگم. خب پس ببینید که شما اگر که فونکسیون استفاده نکنید شما باید اما مثال 100 بار بنویسید. آی دوستان موضوع این مثال چند بار این کدتون زیاد میشه نه که سلام بیاید یک کم ترک کده. این که من یک مثال عادی تون آوردم دوستان. شما میتونید که در اینجا یک غلط کد رو نویسید پراور کنید مثلا این خالی او خالی نیست. مثال وقتی که شما از یوزرتون یگام مقدار یگام میگیرید و باید در سخنید که در بعض دانشجویان دیگرها که آنها رو درسشون در آینده ما به شما میفهمونیم. خب بیاید اکنون من فونکسیون رو گفتم به شما میفهمونم. خب دوستان فونکسیون گفتم به مانند یک زواد یا اینکه یک چیزی که برای ما کار عمل اجرا میکند. وقتی که عملش ما خود میسازیم که باید فونکسیون ما همین کار رو کند. خب دوستان در درون قوس‌ها شما میتوانید یگام مقدار دیگه کنید که وقتی که ما گفتیم که مقدارش دادیم همان را در اینجا با آن کار کنیم. برای مثال سلام و نیم میتیم میگیم سلام نیم که یگان کس سلام بگو برای مثال در اینجا می نویسیمش همون نیم را. اوکی خب دیگر برنامه ما ختم میگه برای چی؟ برای که میگه که فونکسیون سلام شما میگه که argument count error to fifth argument so function سلام میگه فونکسیون سلام شما باید یگان تا آرگومنت داشته باشه یعنی مقدارش باید بده. خب اوکی میگیم برای چی این خطاگی را چقدر این خطاگی را اصلاح کنیم. برای مثال شما یک وقت نیم ندارید پس سلام باید بگیم. شما میتوانید بای دیفالت یعنی که از قبل این رقم مقدار بدیم مثلا نولش میگذاریم یعنی هیچ نداره میگیم نام میتواند خالی باشد میتواند چی پر باشد. اگر از منوی رو چک کنیم یگام خطاگی نیست یعنی سلام نول هم میبینه که یگام چی نداره در اینجا پروس ویزش میده. خب اوکی این خیلی میکنیم سلام تاجیکستان منویسیم سلام تاجیکستان مثال از قبل نام برابر تاجیکستان میکنیم. وقتی که ما این را ویزیت داده مثلا خودش همیشه سلام تاجیکستان میگه یعنی نیم را میاره در برابر علیکم اضافه میکند و سلام تاجیکستان را برای ما بیرون میکند. خب اوکی و در اینجا ما میتونیم نوشتیم که اوکی سلام بگو مثلا یک آدم را مثال محمد را محمد سلام محمد یکمش میاد چی میشود سلام محمد میشود. خب اوکی سلام محمد شو دالت کردم. یک فونکسیونی که مثال در پیج ساختگی است فونکسیون ساختگی چیه که مثلا count array merge array نمیدونم str str array نداره. خب ارهایی که مثلا فونکسیونی که یک عدد داره مثال count ما برای چیه برای شماره اره ها رو حساب میکنن یعنی چند تا خانه داره یا که چند تا مقدار داره اره ما. برای مثال یک اره میگیریم برابری یک قلم مثلا مقدارش میتیم و کانت ما میگه که مثلا اره میگیرم یک تا ارهش میتیم و اکو میکنیمش. خب اره ما نه میبره یعنی کانت ما این فونکسیون هستی در مثال PHP خودش ساختگی میباشه. مثلا اره کیز داره کی اگزیست مثلا یک قلم مثلا اره مثلا فونکسیون خودش دارد. خب کانت ما مثلا می حساب میکنه اگر ما حساب کنیم یک تا یک خانه دو خانه سه خانه چهار خانه پنج خانه شش خانه هفت خانه هشت خانه خب نه خانه داره اره ما. اوکی اره ما نه خانه داشته ما میگیریم کمش میکنیم و در اینجا دوستان در جای 5 ما میگیم یک اره دیگه میسازم میگم که این 1 2 3 4 5 6 دیگه چی داره در دروش اره داره یعنی مقدار داره و ابنویش میکنم در اینجا میگه که 6 تا خب درست یک خانه دو خانه سه خانه چهار خانه
ایرا یک خانه حساب میکنه، 5 خانه و 6 خانه. اوکی. اما کانت ما یک تا کانستانت داره، مثلا کانت رکورسیو داره که یعنی که میاد درون اینها رو هم نیست حساب میکنه. بیاید ببینیم. خب 12 تا یعنی همش دونه با دونه حساب کرد. اوکی. خب کانت رکورسیو مثلا چی میگه؟ ما بیاید یک فونکشن برای خودمون میسازیم. میگیم که فونکشن count all منویسیم ما، یعنی که همشه یک فونکشن برای خودمون میسازیم که کارمون آسان کنه. اینقدر مثال ننویسیم و میگیم که return که یک تا دیگه من در اینجا یک چیز دیگه با شما میفهمم count. خب بیاید همین مثلا این رو میتیمش کنم، کپی رایت میکنم و count و چیز فونکشن ما یک تا مثلا مقدار اره میگیره. اوکی. پس دیگر ما میتوانیم که از این یعنی یک فونکشن برای خودمون ساختیم با مانند count، یعنی county all میکنه. دیگر count رکورسیو نمینویسیم برای که شاید که یکم شما فراموش کنید. خب من برای مثال گفتم شما count all منویسیم count all. دیگر یک تا اره که در بالا داریم مقدار مثال نما میتونیم اره فکر نکنید که مثلا در درونی فونکشن یعنی یک وریبل هر نامی دادیم باید همون رو در درونش بدیم. هر نامی میتواند باشد. مثال داره array. خب چه کار میکنه فونکشن؟ مثلا میگیره جدا $array که ما در درون فونکشن داریم، مثلا برابری array که داریم همین رو میکنه میشود یکی این خیلی هایی که در اینجا میاد هر مقداری که ما دادیم برابری این array میکنه. اوکی. فونکشن رو ما ساختیم و array دادیمش. خب اب نریم میکنیم صفره هیچ ماده نه برابر. برای چی؟ برای که ما ریتورن استفاده کنیم. در فونکشن سازیش زیادتر از ریتورن استفاده کنید. برای چی زیادتر از ریتورن استفاده کنید؟ مثال شما یگون چیز رو برمیگردید، همیشه شما استفاده نمیکنید که مثلا سلام علیکم بگین یا که یگون کارایی که مثلا حسابش براری. نه، مثلا بعضی وقت میشه که شما باید چک بکنید. مثلا فونکشن میسازید، مثلا اینا پرایوت کورا پرایوت و مثلا در یک تا ها یا برار یا که نه برار، یعنی یا درست برار یا که نه درست، مثلا true یا که false برار. و در اینجا شما باید برگردن if قطعی یا که سویچ یگون چیز قضیه شما باز چی میکنید چک میکنید. خب در اینجا چه ما استفاده میکنیم از این؟ در اینجا اکو میکنیم، یعنی در درون همین count array برابری مقداری انمی هسته، یعنی اگر برابری بگیم 12 هسته همین میگیره 12 را ای میبرورد. یعنی که هر چی فونکشن ما ریتورن خودش برگردونده میشود، یعنی هر چیزی که برمیگردوند شما همان رو چی خارج میکنید. خب چه خیلی که میبینید 12 رو برای ما برگردون. یا اینکه شما میتوانید از اینجا یک تا وریبل دیگر بگیرید، مثلا count r منویسی count array مثلا در اینجا منویسیم که echo $count array. خب همه کلام این رو میبرد، یعنی که میتوانید برای چی زیادتر از ریتورن استفاده کنید. شما میتوانید که هر چیزی که فونکشن شما برگردون، هر کار حرکت که هر مقداری که مثال فونکشن شما برگردون میتوانید در یک مقدار دیگر گیریدش و در دیگر جاها استفادهش کنید. این یک کار دیگر از فونکشن. اوکی. بیاید یک مثال دیگه میگیرم تون نشانتون میدهم. برای مثال ما میگیم که یک فونکشن بساز که مثال برای گفتم که مثال فونکشن شما همچون یک زواد یک کاری که شما را عمل میکنه. هر وقتی که شما فریاد کردین فونکشن را صدا کردید برای شما یک عمل رو اجرا کند. خب برای مثال یک زواد میسازیم، مثلا یک زوادی غش داره شما. برای مثال میگیم که شما توانید که فونکشن را چه استفاده میکنید. مثلا یک فونکشن ما میگیرم فکتوری، یک مثلا زواد برای تاجیکی مثلا بفهمید یک زوادی مثلا گم میکنه یعنی غشت. اوکی. زوادی ما چند تا باید غش بریزیم میگیره، یا اینتیجر میگیره یا برابری مثلا
یک تا این نام میکنیم یعنی نمبر. اوکی من نویسیم که echo که tak echo که باتمه. اوکی که باتمه یا فور میگیم اول. در فور میگیم که یک تا دلار آی میگیریم. شاید که فور را بسیار شما دارید که چه کار میکنه آی و دلار آی خورد یا اینکه برابری یعنی نم باشه دلار نم و دلار آی پلاس 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 و از این استفاده میکنیم و اکو میکنیم یک تا باتن یک تا باتنی دلار آی. اوکی گفتیم. خب چی میشه یعنی که زواد ما غش میریزه. خب بیا یک دیو دیگه شم بتیم که خوش رو یعنی شود کار ما. یک دیو دیگه شم دادیم. اوکی من پیج پیرم میسیم در تن یک ستایلش میتونم ستایل و من نویسیم مثلا دیو مکس ویز یا که ویزش میتونم یعنی پهنایش هم میگم که مثلا 600 پیکسل. اوکی و در اینجا باتن شد باتن هم میگم که باتن یک تا ویزی 100 پیکسل داشته باشی و یک تا پدینگی 7 پیکسل یک تا کلوری بیجی کلر بکگراندی مثال یلو. خب یعنی که فونکسیونی میکنه ساختن که برای ما غش مثلا بریزه یعنی که برای می ساختن که شما فهمید که چه کار میکند فونکسیونی ما. هر وقتی که شما در یک کسی از کس داده مثلا در کار شما گفت که مثلا ما 10 دقیقه لازم هم شما زواد ویزف میتین میگه که زواد یعنی کلمکار میجقن زواد یعنی فریاد کردن یعنی گریانش میکنه فونکسیون کار دامه داره و در اینجا می نویسید که مثلا مقداری غش یعنی مثلا 10 دقیقه غش کس کرده باشه اسم بلاک یا که غش. اوکی فونکسیون ما میاد 10 دقیقه برای ما چیکار میکنه میریزه. خب اوکی به این فیسیما مکس باشه. tak برای چی نقلسه hate auto word wrap tak max width максимальный width 100 پیکسل bit tak width 600 پیکسل. پس چرا این نشته است 600 پیکسل wrap تا max width padding 7 پیکسل margin tak در جنگون خطا کرده باشیم div button tak می نویسیم حالا دوستان hide also max width padding 7 پیکسل margin شدم tak یا کنم border بتونیم چیه سمی border یک پیکسل solid black چی بافتن چیزی خودش کار کنه و نکسه خیلی چی میگن شاید یعنی زالی داشته دیدیم وقتی بیاختش میغلطه با ما چشمه نشتیسه
این مکس ویز این ویز خالش بده. خب اینا کار کنم. من کمتر چیزا نفهمیدم. مکس ویز دادم. اوکی. خب دوستان دیدین که مثلا هر یک کارده شما دا مثلا غش میریزه. بگم این برای مثال گفتم، یعنی که شما فهمید که فونکسیون رو چه خیلی استفاده میکنید. برای مثال دیگه شما اینقدر کد نمینویسین. هر بار که باید شما در مثال یک کار مثال برآوردن باشد شما به کدتون مثلا پفتار کنید. برای مثال یک کسی دیگه میاد میگه که من مثلا 5 تا برید با هم زواد مینویسی. مثال زواد مثلا 5 تاش وارد میکنی. 5 تا چی برن میکنه. مثلا 5 تاش کرد. خب همین که دوستان شما از فونکسیون استفاده میکنید. کارش دوستان بسیاره. شما میتوانید بگیم مثلا نامی قشته بگیم. مثلا شما چی داریم؟ مثلا کافه من دارم اسم بلوک قشته. هر که مثلا کار شما ناموش هم میتونید استفاده کنید. با میاریم مثلا یک الگ کار بنویسید در جخه میگیم if مثلا $name برابری مثال من چی بنویسم؟ اسم یعنی اسم بلوک باشه. خیلی بیا این کار بکن. اگر else باشه مثلا else if $name ما برابری j باشه مثلا بیا یک خیلی دیگه بکن. خب همین که شما میتونید چی استفاده کنید. مثلا برای اسم بلوک شما مثلا کلرش در اینجا میتونید که مثلا background شه مثال بلکش میگذاریم. بلک. اوکی. و در اینش من کپی میکنم همیره پس میکنم. اوکی اوزر. و در اینش جی کی باشد من نویسیم که color مثال background هم میتونیم در خودش افتانیستی ای ستایل مومنتاشم. اوکی دیگه زواد ما خطا میگم که یک تا نیم دیگه هم داره. یعنی ببینیم اگر مثلا نیم میگه با. خب در نیم شما میگفتیم ما یا اسم میتیم یا اینکه چیز. اگر اسم میتیم 1 2 4 5 خب اسم بلوک background style background خب بک‌گراند چه سیاه کرد. یعنی که اسم بلوک ما سیاه میریزه. خب فهمیدید همین خیلی دوستان شما یک الگ کار میتونید بکنید. دیگه نیا کنید کدتون تا پفتار نمیشه در یک فونکسیون دیگه. هر وقتی که خواستین میگه که اکا من دادش میام میگه که من در قش بریز میگه 5 دیگه قشت میته 5 تو مثلا در گرم میگه باید چیزا چی یعنی قشتای زرد میریزه. از اگر نمید کنیم تک اگر if s خب برای چی else if ولیت یافتگیم برای اینجا باید بنویسیم if تک با چی خطا کردیم زواجی 5g برابر باید که دوستان اوزر من نگذاشته هماره یکم در مادم ایفی ماده یکم جا درومیسه. خب ببینید از ایش سیاه میکنه ایش زرد میکنه. اوکی خب دیدین دوستان هم که شما میتوانید یک الگ کار بکنید. مثلا با ایف میکنیم باید دیگه بنویسیم. مثلا اگر که گ مثلا باز حرفی مثلا ار بنویسیم مثلا بیا بک‌گراندش رد کنه. اوکی میگم قشتای رنگ و رنگ مثلا قشتا را مثلا با در جایت کپی میکنم پس میکنم و ارم میگذارم میه مثلا 5 دیگه قشتی سرخ میریزم. دیدین دوستان 5 دیگه قشتی مثلا سرخ. خب کار فونکسیون همیه که شما توانید چی خشتو از آن استفاده کنید. خب دوستان این بود درس فونکسیون در PHP و امیدوارم که یکم چیزی خوب برای شما
توانسته باشم فهمانده و گفتن که در فونکسیا دوستان استفاده بردن بیشتر از ریترون استفاده کنید برای خودتون بعدا میفهمید که اگر زیاد با برنامه‌نویسی کار کردید. خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.